رادیو آزادی قصه جفتی را نشر کرده است که پاندمی آنها را از هم زنده جدا کرد. اعظم جان رؤوف ساکن 29 ساله نویه شهر نفت در تاجیکستان قرار دارد، اما همسرش یاسمن یوسف و با 3 فرزند در شهر چیته روسیه در مانده است. ماه مارت یاسمن با کودکانش برای درست کردن حاجت‌های شهروندیشان به چیته پرواز کرد، ولی چند روز بعد رفتنش با سبب پاندمی سرحدها بسته شدند و آنها دیگر به تاجیکستان برگشتن نتوانستند. اعظم جان در این سو و زن و فرزند در چند هزار کیلومتر دوری اینک قریب 1 سال باز با یکدیگر دیدن نمیتوانند. اعظم جان در این سو و زن و فرزند در چند هزار کیلومتر دوری اینک قریب 1 سال باز یکدیگر را دیدن نمیتوانند. یگانه وسیله که این جفت را با هم میپیوندد تماس توسط شبکه‌های اجتماعی است. با این وسیله همدیگر را میشنوند، میبینند، درد و روز میگویند، ولی به قول اعظم جان دستش برای به آغوش گرفتن فرزندانش نمیرسد. اعظم جان میگوید هرچند پروازهای چارتری وجود دارند ولی زور آنها برای خریدن چپتای پرواز نمیرسد. حساب کردیم که از چیته تا نوسیبیرسک و از آنجا تا تاجیکستان قریب 200,000 روبل روسی ضرور است. 20,000 روبل داریم. انتظاریم بلیت ارزان شود و با این پول برگردند. نقل میکند با حسرت اعظم جان.